ممكن خش قادیرو نوبکار کنی گفزن چی میگویی؟ من اعتراض بیان میکنم. چی؟ اعتراض؟ بله، با چی؟ با همه چی. خبر نیست؟ زبانت رو برو جینی بر این هم نیست. تبلرزه هم نداری. یعنی صحت و سلامت. کنی کسیت رو خولی کن؟ بله. خش این طرف که باشد تو با چی اعتراض بیان میکنی؟ با هر چی که گویه. آها، یعنی که تو مبارز. بسیار خوب این طرف که باشد به من بگو امروز در درس بوتانیکا چرا نبودی؟ تا آن دمه که در دنیا تماکو پرورش میکنند و از آن سیگارت ساخته تمام مردم را زهرآلود میکنند، چون نشان اعتراض من به درس بوتانیکا نمیدرویم. خیر و به درس خیمیا چرا نمیدروی؟ تا آن دمه که در دنیا بمب‌های اتمی و نیوترونی میسازند، چون نشان اعتراض من به درس خیمیا هم نمیدرویم. آفرین قائل من تاریخ چگونه گناه دارد که به درس تاریخ نمیدروی؟ تا آن دمه که مرده بودند من به درس تاریخ هم نمیدرویم. گوش کن قادر رو به درس استرونومی چگونه اعتراض داری؟ چرا از این درس میگریزی؟ تا آن دمه که در سیاره دیگر موجود بودن آدم را انیق نکنند و موشک‌های کیهانی تاجیکستان با کیهانورد تاجی سوی ماه پرواز نکند، چون نشان اعتراض من به درس استرونومی هم نمیدرویم. بسیار نه اعتراضات قبول، اما من یک چیز رو نمیفهمم چرا به درس ادبیات نمیدروی؟ تا آن دمه که اولین شاعری در دوره ابتدایی شعر نوشته را و مجموعه همزمانانی وی را چاپ نمیکنند، چون نشان اعتراض من به درس ادبیات هم نمیدرویم. گوش کن خودی رو اعتراضات قبول، اما من یک چیز دیگر رو نمیفهمم چرا به درس تربیت جسمانی نمیدروی؟ آخر ورزش این منادی اصول است کو. تا آن دمه که کمانده یک کچین تاجیکستان و مانند کمانده فرانسیا، گرمانیا، برزیلیا چمپیون جهان نشود، من به درس تربیت جسمانی هم نمیدرویم. از دانشجو دست کشید. حالا همین طرف بکوچ زودتر این طرف که باشد من هم اعتراض به آن میکنم. اعتراض؟ بله اعتراض تا آن دمه که هیکل آزادی امریکا راست میستد تو هم راست میستی. فهمو؟ تا آن دمه که رنگ زاغ سیاه سفید نمیشود تو دیگر لباس نمیپوشی. فهمو؟ تا آن دمه که همه نازکشان ناز را نمیپرتایند تو دیگر خوراک نمیخوری. و تا آن دمه که از سیاره دیگر به زمین کشتی کیهانی نمیآید تو دیگر به خانه نمیروی. فهمو؟ اعتراض باشد اعتراض دیا. الا بگذار انتظار شود حاضر میآیم. گفتم که انتظار شود حاضر میآیم. در همین جایی است.
حالا امیتا خودی حاضر در رو مدرس رو دعوت کرده تو از مکتب نیست میکنم شو دیگر نمیکنم استاد پیشتر رو دیگر نمیکنم سلامت باشید